خداوندا شکرگزار تو هستم برای وجود نازنینت ای خداوندم. همکنون با قلبی فروتن و شکرگزار یاد عزیزانی را زنده می کنم که رد پای حضورشان نوری بر مسیر زندگیم بوده. خداوندا شکرگزارت هستم برای آنانی که دوستم داشتن، برای کسانی که به من اعتماد داشتن و اعتماد دارن، حتی آنانی که مرا با دردها آشنا کردن و درسها به من دادن و روحم رو قوی تر کردن. خدای شکرت میکنم. همکنون میخوام هر زخمی رو با عشق تو شفا دهم، هر رنجی را با نور تو ببخشم، هر رابطه ای را به حضورت بیاورم تا تو تقدیس کنی. خداوندم در دل همه پیوندها تو را میبینم. من در مادرم تو را میبینم، من در پدرم تو را میبینم، من در دخترم تو را میبینم و در همه دنیا تو را میبینم. و من میدانم که عشق تو رشته پنهان بین تمام رابطه های ماست. خداوند نازنینم، پس با همه وجودم میگویم خدای شکرت برای عشقی که از تو جاری است، برای آدم هایی که فرستادی و برای رابطه هایی که هر روز بهتر و الهی تر میشن. آمین. درود بر شما عزیزای دل ماریا. آمین که بهترین ارتباطات رو در طول عمرتون تا به امروز داشته باشین. اگر هم نداشتین از این لحظه به بعد یاد میگیریم که چه کار کنیم روابطمون زیباتر، پر از عشق و الهی تر بشه. تمرین سوم از دوره معجزه سپاسگزاری که از کتاب خانم راندا برن هستش. به این شکل میگه که باید ما 3 نفر رو انتخاب کنیم که تاثیر زیادی تو زندگیمون در واقع داشتن. میشه عزیزانمون باشن یا هر کسی که حتی نسبتش ممکنه دلخور باشیم یا دلخوری نباشه، به خاطر وجود خودشون سپاسگزار هستیم یا شاید کدورتی وجود داشته باشه. اونها رو انتخاب میکنیم. برای هر کدومشون 5 مورد مثبتشون رو، خاطرات خوبشون رو یا خصوصیت خوبشون رو یاد میاریم و براشون سپاسگزاری میکنیم. به عنوان مثال سپاسگزارم از مادرم، همیشه پشتم بود، بی قید شرط دوستم داشت، خدای شکرت میکنم، سپاسگزارت هستم. و وقتی که این کارو میکنیم خب با قلبی پر از قدردانی به خوبی های آدم ها نگاه میکنیم، عشقی رو جاری میکنیم از سمت خداوند در این ارتباطات و پیوندها که میتونه این عشق حتی سخت ترین روابط رو هم تقدیس کنه، زیباترش کنه و پر از اتفاقات نو و تازه بشه. خیلی از عزیزانی داشتیم تو دوره هامون شرکت میکردن و میگفتن ماریا ما سالها همسرم و پدرم با هم صحبت نمیکردن. وقتی که براشون سپاسگزاری کردم الان جوری عاشق هم شدن که واقعا میدونم فقط این لطف خداوند بوده. پس خیلی موارد زیادی داشتیم که اینو تجربه کردیم. حتما امتحانش کنیم برای اینکه پر از اتفاقات قشنگ خواهد شد و بعد میبینیم که چقدر این حس زیباست و چقدر خداوندمون کارهای عظیمی رو انجام میده. تا فردا همتون رو به دستای بزرگ خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.